فدراسیون جهانی تنیس توپ، راکت و زمین تنیس مورد استفاده بازیکنان زیر 10 سال رو بر اساس اندازه و قدرت بازیکنان تطبیق داده. در واقع بازیکنان زیر 10 سال به همون شکل معمول تنیس بازی میکنن، اما با راکت و زمین کوچکتر و توپ‌های کندتر و سبکتر که باعث میشه بازی برای اونها راحت‌تر و مفرح‌تر بشه و بتونن تنیس رو از همون ابتدا به صورت اصولی و درست یاد بگیرن و این ورزش رو ادامه بدن. همچنین از سال 2012 بر اساس دستورالعمل فدراسیون جهانی تنیس، مسابقات بازیکنان زیر 10 سال باید با توپ‌های قرمز، سبز یا نارنجی که بانس کمتری نسبت به توپ‌های زرد دارند و در زمین‌های با اندازه مناسب اونها برگزار بشه. استفاده از توپ‌های زرد استاندارد برای مسابقات این گروه‌ها مجاز نیست. ITF 6 دلیل مهم برای استفاده از زمین‌های کوچکتر و تجهیزات تغییر یافته برای گروه سنی زیر 10 سال نام برده. اولیش این که بازی لذت بخشتر میشه وقتی که بچه‌ها بتونن بازی کنن. دومین دلیل این که درصد موفقیتشون تو بازی بالاتر میره، چرا که میتونن با استفاده از توپ‌های با سرعت کمتر بیشتر رالی کنن و بیشتر به توپ ضربه بزنن. سومین دلیل این که بهتر و سریعتر یاد میگیرن. چهارمین دلیل اینه که تاکتیک‌های هوشمندانه‌تری رو میتونن به کار ببرن. با توجه به اینکه بازیکن‌ها با تجهیزات مناسب راحت‌تر بازی میکنن، میتونن تصمیمات بهتری حین بازی بگیرن. دلیل پنجم اینه که تکنیک‌ها رو هم بهتر اجرا میکنن. نقاط تماس توپ و حرکات راکت برای بازیکن‌ها راحت‌تر خواهد بود، بنابراین درصد خطاشون پایین میاد. و دلیل ششم اینکه بازی ایمن‌تری خواهند داشت. استفاده از تجهیزات با سطح مناسب امکان آسیب رو کاهش میده. زمین تنیس استاندارد که اصولاً برای بازی بزرگسالان مورد استفاده قرار میگیره 23 متر و 77 سانتی متر طول داره. عرض این زمین برای بازی سینگل 8 متر و 23 سانتی متر و برای بازی دوبل 10 متر و 97 سانتی متره. ارتفاع وسط تور حدوداً 91 سانتی متره. توپی که برای بازی بزرگسالان مورد استفاده قرار میگیره توپ‌های زرد هستن که قطر اونها حدوداً 7 سانتی متره. راکت تنیس برای بزرگسالان از 68 تا 72 سانتی متر متغیره. فدراسیون جهانی تنیس بازیکنان زیر 10 سال رو به 3 سطح قرمز، نارنجی و سبز تقسیم کرده. سطح قرمز یا سطح 3 مربوط به بازیکنان 5 تا 8 ساله که از توپ‌های قرمز کم‌فشار یا فوم‌ها استفاده می‌کنند. این توپ‌ها 75% کندتر از توپ‌های زرد معمولی هستند. همچنین راکت مورد استفاده این گروه 43 تا 58 سانتی متر طول داره و طول زمین تنیس قرمز 10 متر و 97 سانتی متر و عرض آن 4 متر و 27 سانتی متره. همچنین ارتفاع تور در وسط 80 تا 83 سانتی متر. سطح 2 یا سطح نارنجی برای گروه سنی 8 تا 10 سال تعریف شده. این گروه از توپ‌های نارنجی که 50% کندتر از توپ‌های زرد معمولی هستند استفاده می‌کنند. طول راکت مناسب برای این گروه سنی بین 58 تا 63 سانتی متر و طول زمین برای بازی سینگل 18 متر و 29 سانتی متر و عرض اون حدود 6 متره. همچنین ارتفاع تور در مرکز بین 80 تا 91 سانتی متره. سطح 1 یا سطح سبز برای گروه سنی 9 تا 10 سال تعریف شده. این گروه سنی از توپ سبز که 25% کندتر از توپ‌های زرد معمولی هستند استفاده می‌کنند. راکت مورد استفاده این گروه بین 63.5 تا 66 سانتی متر طول داره. زمین مورد استفاده این گروه زمین استاندارد هست که معمولاً برای بزرگسالان استفاده میشه و ارتفاع تور در زمین استاندارده.